آنچه خواهید دید. اما اول سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. میخوام بگم که طبق روال هر هفته کالکشن داریم، ولی من واقعا میذارم بگم 3 ماه کالکشن نذاشتم یا بیشتر. نمیدونم، شما بگین. به هر حال کالکشن ولورین از اون کالکشناییه که مطمئناً خوشت میاد، پس وقت تلف نمی‌کنم. بدون معطلی بریم شروع کنیم ویدیو رو. لباسای ولورین در لایو اکشناش همیشه به حد قابل انتظار خوب نبودن، اما اون چه تغییراتی رو داشته؟ بیاین مثل قدیم بررسی کنیم که داستان از چه قراره. توی اولین فیلم لوگان یا همون ولورین بیشتر اوقات کت و شلوار کانادایی و یک کت با راهروهای زرد میپوشه، در حالی که روی موهاش حالت دوشاخ داره. این گرگ تنها به مردان ایکس میپیونده و دیگه یه لباس مشکی با علامتهای گرد ایکس رو میپوشه به همراه بخشای دنده‌دار که دورگیری طلایی رنگ دارن. قدرتاش شامل احیا کردن خودش، اسکلت تقویت شده با ادامانتین و پنجه‌های قابل جمع شدنه. توی این فیلم ولورین کمک میکنه به جهش یافته‌های فاسد غلبه کنن تا دوستش رو نجات بده. توی فیلم بعدی ولورین با تاپ سفیدی که علامت تجاریشه نشون داده میشه و موهاش حالت اغراق‌آمیزی پیدا کردن. لباسش بهتر شده، یک ایکس بزرگ روی سینه‌اش داره، بخشای دنده‌ایش مخروطی شدن، کمربند بالاتر قرار گرفته و دورگیری‌های زردش روشن‌تر شد. اون لیدی دست استراک رو از بین میبره تا به استراکر برسه، مردی که قبلا روش آزمایش انجام داده بود. توی فیلم مردان ایکس آخرین ایستادگی موهاش پفدارتر هستن و لباسای رگ‌های زرد کم رنگ‌تری داره. این بار کمک میکنه قدرت مگنت رو با داروی جهش یافته بگیرن و از هسته‌ای شدن عشق زندگیش جلوگیری میکنه. توی فیلم اصلی خودش پنجه‌های جیمز هالت برای اولین بار توی بچگیش ظاهر میشن. وقتی بزرگتر میشه موهاش پف کمتری دارن و اون طی دهه‌های زیاد توی جنگ‌های متعددی شرکت میکنه که توشون لباس مناسب با اون دوره‌ها رو میپوشه و سلاحاشون رو هم داره. اون به همراه برادرش برای پیوستن به یه عملیات ویژه جهش یافتگان نام‌نویسی میکنه، اما در دهه 70 لوگان به چوببری مشغول میشه و به زندگی سر و سامون میده. همه اینها وقتی که برادرش ظاهرا همسر لوگان رو به قتل میرسونه از هم میپاشه، بعد موافقت میکنه که آدامانتیوم رو به استخونش اضافه کنه و ظاهر کلاسیکش با کت چرمیش رو به دست میاره و ولورین دنبال برادرش میره و بعدا مورد اصابت گلوله که خاطر دزده قرار میگیره. یک دهه قبلتر توی مردان ایکس کلاس اول ولورین از زمین مبارزه کنارگیری میکنه. بعد از مردان ایکس 3 توی دومین فیلم اختصاصی خودش یه ولورین که در حال حاضر بی خانمانه تمیز میشه و به ژاپن برده میشه. اون بیشتر اوقات یک کت و شلوار کاملا مشکی میپوشه که با یه پالتو ست شده و تو دوران اوج عضلانی بودن اون از نوه دوست خدا بیامرزش در برابر یاکوزا و یه سامورای آدامانتیوم محافظت میکنه. در حالی که لوگان پنجه‌های فلزیشو توی مبارزه از دست داده، معلوم میشه که اون سامورایی دوست خدا بیامرزشه که میخواد قدرت خود احیایی ولورین رو بدزده، اما لوگان در عوض بهش مرگی که به تأخیر افتاده رو میده. تو فیلم ایکس من روزهای گذشته آینده جنگال‌های فلزی لوگان یه جوری برگشتن. لباسش تاکتیکی، رنگ‌های زرد و آبی بهش اضافه شده، به علاوه آبکاری‌های محافظتی همراه با تسمه‌های اضافی. موهای لوگان هم یه کمی رنگ خاکستری دارن. اون موافقت میکنه که هوشیاریشو به دهه 1970 خودش بفرسته تا چارلز اگزیویر و مگنت رو دوباره متحد کنه تا از شورش ربات‌ها جلوگیری کنن. توی فیلم کوتاه برای ایکس من آخرالزمان یه ولورین وحشی از آزمایشگاه فرار میکنه. اون بند نیمتنه و یه هدست سیمی داره. بعد از داشتن بهترین صحنه اکشن توی فیلم، اون بعضی از خاطرات از دست رفته‌اش رو سخاوتمندانه هدیه میگیره. توی فیلم اختصاصیش لوگان به دلیل مسمومیت با آدامانتین در حال پیر شدنه. موهاش فاقد حالت مخصوصشن و اون بیشتر با مدل ریشای کاملش خودنمایی میکنه. اون یک کت و شلوار راننده لیموزین میپوشه و بعداً لباسای معمولیش یعنی پیراهن آبی و کت قهوه‌ای روشنش رو هم میپوشه. همچنین لورای جوان یا همون X23 که با دی ولورین ساخته شده هم حضور داره. اون میتونه دو چنگال جمع شونده رو از دستاش و چنگال‌های تکی رو از پاهاش در بیاره. همراه با پروفسور ایکس و ولورین قصد دارن لورا رو به پناهگاه امن جهش یافته‌ها بیاره. تو راهشون اونا به یک کلون جوان ولورین به اسم X24 روبرو میشن. این مدل شلوار تیره و پیراهن عضلانی خاکستری میپوشه، موهاش رو با ماشین زده و چشمای طلایی داره. X24 پروفسور ایکس رو میکشه و بعداً ولورین اصلی رو شکست میده. هرچند لورا موفق میشه X24 رو شکست بده. بعد اون برای از دست دادن پدرخونده‌اش عزاداری میکنه. اما توی ولورین و ددپول لوگان یه لباس زرد میپوشه با رگه‌های آبی و مشکی، چکمه‌های آبی، دستکش، پد شونه‌ای و مچبند به همراه کمربند با علامت ایکس قرمز رنگ. اون گاهی اوقات یه ماسک دقیقاً طبق کمیک با چشمای سفید میذاره و آستین‌هاش رو پاره میکنه تا سلاح‌های واقعیش رو به رخ بکشه. این فیلم همچنین دارای تعداد زیادی ولورین‌های مختلف دیگه است که کمیک خونا مطمئنا اونا رو میشناسن. به علاوه X23 هم دوباره ظاهر میشه. لوگان اصلی از بازه زمانیش خارج میشه و با یه جهش یافته همکار میشه تا از یه معضل مولتیورس خارج بشن. خیلی خب، شما بگین کدوم یکی از لایو اکشن‌های ولورین رو بیشتر دوست داشتین؟ توی کامنت‌ها برامون بنویسید و سابم یادتون نره. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با بنده همراه بودید. اگه از این و سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما توی کامنت‌ها برام بنویسید و اینکه توی این اینستاگرام داریم نزدیک میشیم به 50K، پس فالو یادت نره. و اینکه راستی کامنت‌های برتر سری قبلم اینجا میاد.
ببخشید اگه کم کار بودم و قرار دوباره بهتر کنیم. دمتون گرم.